امروز رفته بودم خرید، صحنه دیدم که هنوز ذهنمو درگیر خودش نگه داشته. یه خانم خیلی شیک و مرتب و تر و تمیز و مانتوی اتو کشیده و کیف گرون قیمت، قدم اعتماد به نفس داشت که همه داشتن نگاش میکردن. دیدم که با یه حرکت عجیب یه لباسو قایم کرد توی کیفش. عجله میرفت سمت در، من خب تو مسیرش بودم، محکم خورد بهم. بدون اینکه اصلا نگاه کنه به من گفت ببخشید و با استرس رفت بیرون. من رفتم نشستم توی ماشین و همینجوری داشتم بهش فکر میکردم. چی میشه که یه زنی که ظاهر شیک موفق به نظر میرسه دزدی میکنه؟ کمبود مالی داشت؟ نه، وسیله‌اش که اینجوری نشون نمیداد، واقعا خیلی هم پول داره. شاید هم یه جور هیجان خواهی پنهان بوده، یه راهی برای خالی کردن خشمش. شاید هم یه زخم قدیمی بوده که هنوز تسکین پیدا نکرده، یه جور بی‌عدالتی دیده، یا شاید یه صدای درونی تنبیهگر داشته هلش میداده به سمت یه کار خطرناک. ما فقط ظاهر آدما رو میبینیم، اما پشت هر رفتار غیرمنتظره‌شون یه دنیایی پنهونه. شما فکر میکنید که اون زن چرا این کارو کرد؟